15 سال قبل قرار بود مارادونای جدید باشه، اما حالا کارایی رو کرده که مارادونا هم نتونست بود انجامش بده. مسی رکورددار توپ طلا، رکورددار کفش طلا، بیشترین گل لالیگا و بهترین گلزن تاریخ آرژانتین. شاید چند سال بعد به فهرست رکوردهای لئو بهترین کاشته‌زن تاریخ فوتبال هم اضافه بشه. زمانی که مسی به اولین بار پیراهن بارسلونا رو پوشید، اونا 13 تا جام کمتر از رئال داشتن و حالا تعداد جاماشون برابره. بارسا که چند دهه قبل یه قهرمان اروپا داشت، با مسی 2 بار سگانه برده. استانداردهایی که او ساخته شاید در این دهه‌ها هیچ کس به لقب بهترین بازیکن تاریخ فکرم نکنه. برای مسی توی این ورزشگاه با پیراهن آرژانتین پاس رو به بیرون عالیه. گونزالز چه کار داره میکنه؟ وقتی هم که بازی اومده داره پاس میده. البته این پاسو آلمادا داد با شماره 16. آلمادا پاس رو به بیرون رو داد و مسی کارو تموم کرد. نتیجه مسابقه 3-0 میشه. خوشحالی آقای لیونل اسکالونی که البته اصلا شبیه خوشحالی نبود.